تا فیوز مخفی تو 405 پارسمن هست که 99% مردم ایران کاراییشو نمیدونن که متاسفانه باعث آتش سوزی ماشین میشه و عمر باتری تو میاره پایین. دیدی بعضی از ماشینا خودشون خودکار آتش میگیرن. همین دلیلش. من نمیدونم چرا این راز تا حالا هیچکی نگفته. برای اولین بار استاد باعث میخواد انتقال بده. قبلش پیج داداش تو فالو کن که از پست‌های بعدی جا نمونه. من همون استادی هستم که واسه هر مشکل ماشین یه ترفند بدون هزینه دارم. بیا دوست عزیز. حالا این 2 تا فیوز مخفی تو 405 پارس دقیقاً زیر پاس تو سمندام زیر کاپوته. ببینید ما با خونه 1 کار داریم. اینجا نوشته 1، اینجا نوشته 16. خونه 1 و 16. خونه 1 رو دقت کنید مال ضبطه. اگر اینجوری باشه یعنی با اینا تو یک راستا باشه یعنی برق ضبطمون با سوئیچه. اگر اینو ما بکشیم ببینید 3 تا پایه داره. یه لول بیام پایینتر. الان ضبط خاموشه دیگه میبینید. حالا من اینو یه لول میارم پایینتر. ببینید ضبط روشن شد. یعنی اینکه دیگه ضبطمون با سوئیچ کاری نداره. پس اینو اگر اینجوری بود میکشیم و ضبطمون رو برق با سوئیچ میکنیم. اینم همونجوری خونه 16 مال فندکی دوستان. این خیلی خطرناکه. این اگر اینجوری بود یعنی فندکیمون بدون سوئیچه. اگر اینجوری بود یعنی فندکیمون با سوئیچه. این ترفند خواهشه واسه همه هموطناتون بفرست. لایک هم که مرا میتونه.